من به شما نگفته بودم که از دخترهای عزمی دور باشید. اکا ما با تو نی عزمی را گفتیم نه دختروشه. تا یکی جو خیل کدی اکا؟ یکی اکا دختروش تنجی بدای. وایو ما را دوست می‌دارم، ما با وایو را دوست می‌داریم. اکا کن آن عاشقان را جدا نکن. علنه. حشرات ها، اگر شما را یک بار دیگر در اطراف دختری عزمی ببینم، پیش از او من شما را میپرانم. مرا با وی دیوانه سر به سر نکنید. برگم شه. من بطرنمیک نیستم حیوان. فهمیدی؟ آسیا گوش که من میرم نه که دختر خوزگاری نمیکنم، تو خوزگاری میکنی، من خوش نمیشم. اوی چل میشوه آقای سعدی؟ آخه تو دومود میشوی؟ من همی گفت گفتیستم، من همی دختر را نمیخوام. من هم نمیخوام. گوش کنید، من هم نمیخواهم. بس است، من خودم میکنم. سلام علیکم جناب سعدی. زودتر رفتیم، بابای قادر انتظاری رو دوست نمیدارد. به خدا حاضر میگیرم همی قادرت سر پرم وایرام شدگی اگر رگ لکن. مبارک باشد. انشالله دختر را میدهم. ای صغیره تو کی؟ در پایان خانه من چی میکنی؟ من مراد نو آمدم. همی خیل خوش آمدی مراد. خوش باشید. مبارک شود. خوش آمدید. مبارک باشد. رحمت. خدا شما را هم خوشبخت کند. رحمت. خوش آمدید. کنی رفتیم باز در نمانیم. رفتیم شما هم بیایید. اکا کنان جو ما از پس کارمو شویم. اکا کنان به این هم آدم بسیار است میگویم. ما زیادتی نشدیم ها؟ خوب اما از دخترهای عزمی دور میشوید، وگرنه هر دویتان را میدونید چی کار میکنم. آشنا این بابای قادر انیق به هجری دخترش رو با آسانی نمیگیرد، وقتشان رو زیاد میگیرد. اکای کنون دیر میوید. با جهاز هردمون بریم با دخترای دوملو عزمی به حضور توی در آشنا نشونیدی اکای کنون رو میکشم میگوید. بوجه عشق خودش آدم میکشم. میفهمی؟ ای شوکت، اگر عزمی باز ما رو دستگیر کند آن زمان چیکار میکنی؟ یا خدایا، اگر من ایوهان میترسیدم در پای سوار نمیشیدم. شوکت خیلی شده است که با پایز ننشسته ایم. مترو دم نشته. هر جاش یک چیز نیستم. یک چیزم ایشم با اوهان سوختگن اوشم. یه بچه چی نگذاری؟ ای برادر چی نگاه داری؟ با کسی مانند کردی؟ مانند نکردم. اگر کمی دیگر گذرانی تو را با کسی مانند میکنم که خودت را نمیشناسی. چی میگویدین؟ چی گفته ایستاده؟ چی گفتی؟ چی گفته ایستاده؟ جگرورم ای بدبخت هیچ خیلی گپ زنیه. تو در محله ما با بسری ما رو زوری میکنی؟ نگذرانید که هر دویتان را به درون میپرتویم. به درون میپرتون گفته است خانه را در نظر داره. جورا محباس رو گفته ایستاده از این پلیس است مگر؟ پلیس؟ خیلی افتخاره که در پلیس کار بگیرن. انشالله نیست که نه از محباس بر اومده هم سبی به یک کلسه سفسطه نگو. من پلیس 1000 متر بینی میشناسم. پیسرم شما کیم کی با ما باید وای مکده گپ زده؟ تو برادر کلتکل از شوکت نیستی مگر؟ بله شوکت جان اصلی هم. اینو مرا یکشو میدونم. فکری ندارم. تو همکار سقراط جنایتکار سمی، شما چخیل یک جای رفیق شدید ها؟ خیر تقدیر ما همین بوده است. تمام برادر. تو اینها رو از کجا میدونی؟ اگین هستی؟ دیگر از کجا دانم؟ پلیس هم من. پلیس هستی؟ کمیسر مراد. سمی هر دو بری رود سیاه. این آدم پلیس نبوده است.
این آدم کمیسر بوده است. شما باید میکردید یعنی کمیسر مراد. از شناسایی بسیار خوشحال شدیم جناب. جناب کمیسر بخشش که رنگ آدم شناس نشدیم. من حاضرم رفیق ما گوش میکشم. تو گوشگیری رو میکشی چی گفته ایستادایی؟ سمی بدبخت دم تا بگی ما گپ تا دو دیسم یا خدایا و حیوانی تو نمیفهمی. دروغکی بخن حیوان. عذر میپرسم رفیق کمیسر. این رفیق من بسیار بچه خوبه. راجش همه پراتیونیه نه که درونش رنگ آینه صافه. تورات میکنه و نه که نمازش نمیخونه. ای بدبخت اگون چی بگو گپای ما تموم شي. یعنی مختصر کرده گویم این برادر جانم گفتنی هست که پلیسان توج سر ما هستند نسبت اونو احترام به اندازه داریم. الان منم همین گپ گفتنی بودم نه که بدبخت پیش من گفت. از آدمی خیانتکار احترام نمیخواهم. کی خیانت کرده ای مردک؟ من اون کس خیانت نکردم. ما این خیلی نکردیم. با کلتکلاس خیانت کردی. کردم اما خودم ششتم. غیر از این کلتکلاس گفتگی آدم هم بیگناه نبود. از پسش گپ زدن خوب نیست اما جنایتکاری وزنی بود. یعنی میگه پسش گپ زدن خوب نیست و با بدبخت پسش گپ زده است. ای حیوانی بدبخت خیلی بود نبود و برادری من بود. پس او گپ نزن که بین. ای رفیق کمیسر از برادری من یگان خبر هست. البته به فکرم که او زنده است برادر. چخیل زنده هست؟ سوال دادم که زنده است. یعنی زنده است نه مرده است ها؟ آدمی مرده رو باز چی میپرسی؟ مرده است؟ چه باشه؟ مرده است میگوید. یعنی این رو گفتم میخواد که توهو جسدش پیدا نشد کو برای همین او رو پرسید. یکی باستم مرده است گوید. برادرم مرد نه مرده است برادرم که مرده. دردی شاید بسیار وزنین است. حالا هم درد برادر میکشد. عمیق و اولاد زنده است. خدا اگر جانم رو نگیرد یگان روز از یگان جا میبرد انشاءالله. خاموش ایستید. فکری تو را کسی پرسید؟ با شما هیچ به گپ در اومده نمیتواند میگویم. آیسته صحبت کنیم اما دایم زید میبراید. رفیق کمیسر درباره برادرم یگان خبری شود. من همین جایم. شوکت کرسافچ گوید همه میشناسد. لطفاً مرا خبر دید میلش. خوب رفته گم شوید. الان گم شدیم. حالا هم همین جایید. اجازت شما باشم ما دفع میشیم کمیسر. خیر روزتون بخیر. این سال دیوانه بودم. سگی گزنده. شغال ها. ابله ما ایستا گفتم کجا میره تو؟ این تازه گفتنی گپ نیست. تازه نه. تازهش ایناییه. ایش بیس میشه و حیوانی چیه ها؟ استو چیسته؟ اسمس کن دخترکا بروی ها؟ می نویسم؟ تیسر نویس یادش کدم؟ اپا بچه ها در حوالی هستن. چی؟ پدرم باز نشنود. ساز راحت خم میشم خیلی دستا بگی حیوان. اگر از میفهمد که ما با دخترانش وا میخوریم انیق میپراند ما. از میپرانم مایلش کمال سیاف هم اگر کمال سیاف پرانده نتواند زباید انیق میپراند. چه زورم اگر ما را به کپه اولادی میپراند. تو حیوان چه خیلی گپ زدی؟ ما اینجا مردنی اومدیم حیوان. شوکت مرا نترسان مرا. دیگه خیلی فکر بد تنگو احمد دیگر نمیگویم. انا جیگرک اومدنی. خدا سختی بجز کدوم اصلا. من هم تو رو یاد کردم شوکت. مگر ما همیشه پنهانی ما میخوریم. کی از پدرم خواستگاری میکنی؟ وقتی که بمره. تو چی گفته ایستاده‌ای؟ رفته در بالای گروش به صدا خواستگاریت میکنم اصلا. در زندگیش خواستگاریت کنم به خدا هیچ وقت روزی نمیشه. وای ابله ها وای احمق ها. مگر من این را از شما نپرسم؟ بدوز مرا سمی و اگان جای دور رویم. من از تو جدا زندگی کردن نمیخوام. چیکار کنم دوستم مگر؟ و اگان دهه لای بحر رویم. تو آنجا ماهی میداری.
من باشم برای تو خوراک میپزم. من مهمی دارم. این چه خیلی میشود؟ خوب میشود. من اینش رو نمیدونم شوکت. مرا از پدرم خواستگاری بکن. جانم چرا مرا نمیفهمی؟ اگر خواستگاری از کنم و دیوانه مرا میپرونه. جانم تو پدرم رو خطا شناخته ای. او کسی رو آزار نمیدهد. پدری تو؟ بله خودش از پشت یک زنی خود پیسند است. باز با یک پسر و دختر ناشناس شده آنها رو خانه‌دار کرده نیست. خیر خانه‌دار شدن بعد؟ نه آنها دوست داشتند. دختر ما مردم در اینجا در حق زنگیری چون مرا خانه‌دار نمیکنه؟ بله دختر هاز من تکلیف خانه‌دار شوی نکردم. تو چقدر تیز بله گفتی؟ آخیران دایتان را خانه دشمن ها. صلحیه نازیه بزمین. التماس جان بزمین نشنید. پس تو پینهان شما یه عاشقاسی ها سمی گفتم که بیامی کارو نکنه. ای بدبختان از پشت دخترهایم بیرون شوید. حیاتم مرا بیدوست. من با شما به گونه نشان بساطی میدهم. بیارم. تو با من ماهیداری رو میآموزانی. مرا گو با شوکت از گفی پدرم نمیبرم. آخه پدر شدن نمیخواهم. امروز آخه پدر شما من گناه تا به کلا میگیرم. التماس مرا باش سمی. من از گای پدرم نمیبرایم. همین رو گوش نکن آخر. همین رو. شما چگونه مرد هستید که در پشت دخترها پناه رفته. با استاد شوکت راضی نشدم. ابلها صلحیه ما اینجا جان. بیایید. صلحیه ایستید. با شما را پرون چی؟ کلمه شهادت را بخوانید. صلحیه نکست. با آن دنیا تنها نروید. ها اگر ندانید من به شما یاری میدهم. اشهد الله. بخشیشم که من کلمه شهادت هم میدانم. هی تمام تیار باشید. پدر جان این کارو نکنید. در این سن سال با محبس نروید. ها در محبس پوسیدن مردنتان رو نمیخواهم پدر جان. آنها رو نپرونید. ای چرا پرانم؟ تو را پرانم؟ او را پرانم؟ ها بگه. نه اقلا سمی رو نپرونید. شوکت رو پرونید. تو چی گفته ایستاده ای؟ چرا شوکت رو پرونند؟ بگذار سمی رو پرونند. تمام. به خلاصه اید. کی را پرانم؟ کی را نپرانم؟ از شما بپرسم. تمام دست کشیدم. نمیپرانم. نمیپرونی؟ نمیپرانم. ای سمی مبارک شما نمیپرونه. شوکت موزین ده. تبریک. شوخی کردم. کاری لاستیزم. من کجا میکنید؟ پدر نپرونید. اکه کنون التماس مورو نجاده از او کی هست؟ از میدینه. لعنتی من با شما نگفتم که از دختری او دست کشید. رو اکنون چیکاره که میخواهید کنید؟ نامردی کردی اکه. رو یاسایید بپرانم. کی رو میپرانی؟ همون بیلاموز ها را. پرانی شکار پراندنی خدا چی میخواستم؟ شوکت ایستا. دم حکمیم. پایم اون رو باید کنم. کجا میپری تو؟ ایده اون رو باید خواه شوی. میپریم. شوکت صفصت نگو. خواهر عروس ما تقرید کردم به معنی نبود. ایش به معنی هست. بدتری آب غرق شدن. خوب شدن. دیگر شما را ناراحت نمیکنم. غرق شدن. پیش دارید. به خانه میرویم. رفتیم گفتم. شوکت این صدای چیست؟ پرنده؟ کدام پرنده؟ پرنده سرخور؟ اصلا این نموده پرنده های بدبخت را کشتن لازم. پدر جان پرنده خورو نپرونید. پرنده پراندن گناه است. ها پدر جان گوش کنید. صبحهایتان کم میشود. خاموش. گپی پدر جانو نکن. پرنده های بدبخت را بپرانم. وای ابلها. گوره شوکت گوره. پدر جان نپرونید. پدر جان نپرونید. پدر جان نیسته.
ای بچه کمیسر هوی کو آخرش شاکد اوف. ای بچه مرا عصبی نکن. چی من نمیک شویا؟ اینجا چی گپ است ها؟ باید چی را میپرسیدیم؟ یک لحظه میدونید باید نماما تشکر زیاد نمیارزه برادر. کلتکیله زنده باشه میگم. نمیدونم در صبحی بر وقت آمدید از کجا میدونم؟ اما من شنیدم که یک قهرمان پیدا شده در لباساش ما ستاره شو بیرون میبرامده. میگم من برادر من نباشه که زنده ام. کمیسر لطفاً بگویید که او زنده نیست، چون که اون دیوانه اگر زنده باشد علی از پس من میشود. کمیسرم لطفاً گوید که امو زنده است. این دیوانه برادرم میگم کار کنه ترا من جوابش میگم. لطفاً گویید که زنده نیست کمیسر. سمی میگم زنده. مرده بود آخر مرد نگو که اوز عصبون ویران میشود. روش کن شاکر مرا گناهگار نکن برادرم. او مرده است آخر. برادرم زنده است میگم. بگذار نابود حیوان مترشم برای میگم که برادر مرا مرده نگو او زنده است. او هیچ وقت نمیمیره. بس کنید. بخیر است در صبحی بر وقت. بلای سرتان رو میجوید شما. استغفرالله کمیسرم. تنها آمدیم که بفهمیم برادرم زنده است یا نه. من از کجا دونم که زنده است یا نه؟ اما من شنیدم کمیسرم جنگاور هم زنده بوده است. یک جای شده اژدهای سرخ را کشتن میخواستند. درست است کمیسرم؟ اما که قهرمانش میگن ماه ستاره دارد کلاسای ها کمیسر. التماس در گوشم آسک بگو. زنده می بود. روی تو را نگاه میکرد مگر؟ چرا نگاه نمیکرده است؟ او برادری من بود، برادری نزدیکی من بود. یک وقت اکای اونال هم کمیسر بود، ولی از سبب اونی که با هم نزدیکی داشتیم با او برادری داشتیم. یعنی من او را کمی گفتم از این رو این کلاس با کشتن اکای اونال هم میتواند گناهگار دانسته شود. برای همین او پنهان میگردد. اگر همین خیلی باشد انیق برآمده مرا میکشد. آخر انشالله زنده میبرد تر پاره میکنه. شما در اینجا چیکار میکنید ها؟ چرا از کار بار میگریزید ها؟ کنانی من سلام. کلتا کلاس زنده ای. چه خیل زنده از پسرم؟ کلاس مرد. اگر زنده میبود چه خیل میمرد؟ جنگاور و اژدها هم زنده هستند. بله زنده هستند. ولی کلتا کلاس چی؟ جستجو داریم. ممکن است که زنده باشد. اونای دروغ رو برای کلتا کلاس زنده ای. آخر میگوید ممکن است زنده باشد. شوکته ها یعنی نقشت خوب است. 111%. یعنی گفتنی ما رو با این لباسایمون دیگر نمیشناسند. اباشه تو زیرا ما رو باور نمیکنی. خدای توبه. سمی به خدا هم خرسندی هستم که. چرا خرسندی؟ برادرم کلتا کلاس میگن که زنده ای. حاضر همین خبر میبرم در عروسک میرسانم. شوکته بس کن کلاس گوییت را. اگر عزمی ما رو بیند چی میشود میدونی؟ ما از اینجا با حجره دختر او میدرویم. تو چی خود میترسون چه که عزمی بازی ما ندو زینا پای را حکم برام. اما فرمان نده. ایگه پکم که بردار. صدایت رو نبرار. از همون ویرون شده. تلفن‌های دختروش را گرفته. راستی گپ خودم نمیفوره که ما تلفن بگیرم. یک طرف به. سمی بقال. زود بر آفیس ما. کمرا زیر کردیم و تمام. باشه دیگه اونگی نکو. همه رخش رو بخم نغلطون بو. خیلی خوب. شوکت نازیه جان بیا موشکت کنم. دختر پیش. تو داری اینجا چی کار میکنی؟ عشقم یگون کس پیش راه ما رو نمیگیرن. سمی در کجا هست؟ اینجا هم شدیم و اصلا کی من؟ چرا به اینجا آمده؟ گوش کنید با خدا این بار پدرم شما رو زنده نمیگذارد. روی پدرت سیاه همین کرد ای پیشم برو یکو اینمی دستی راستم کتی شپلاق در پسی کلاش میفرورم. مجنون میشوم و کوهستان میرویم. فرهاد میشوم کوه ها رو میکفانیم. اصل من برای تو که فرهاد کوه پوش کت میکفانم. کیه؟ ای وقت پدر چه جان؟ ایادتان سخت لعنتی ها شاکر جدی کنی پایان شب لعنتی وقت کنی اینجا بیاد تو چی از این دختر حیوان بیایی تو نمیرم اینجا بیا حیوان. سمی چون میکنی؟ هیچ چیز نشده است. شاکر بپر این بیا خرما این بلندی چی میپرم؟ بخشش بپرسم از شما. دستم را گیر بگویم. گرختیم خیر. ایشت در ناموسا خوب است. وقتا کجا بگورزد ایشت ایده اونا از جو همید مدهجه نگورزد ایشت بگویم نگورزد ساختکار ها این مردک ما همین دختره تو را به آب رو گریفتنیم ایشت
ба ман гӯш кунед. аз духтарҳои азмӣ дур мешавед. ана ҳамин хел. имшаб дар хонаи ӯ номзадӣ аст. агар ягон девонагӣ кунед, ҳар дуятонро пӯст мекунам. имрӯз дар атроф нанамоед. чӣ хеле ки шумо гӯед акай Канон. ишқамонро дар диламон гур мекунем. ягим шав малоикаи бегуноҳ, гӯё ки ин дурӯғҳои туро ман намефаҳмам. ҳайвонҳо, ту магар рафиқи Келас нести ҳашарот? бале, зинда аст ҳамин хеле. акай Канонҷон, як бор ба забони муборакат бугӯ зиндаай. агар Келас зинда бошад, дар таи хокам Будрои Самир туро пайдо мекунад бародарам. ман инро ба дилам гуфтани будам. ҳиҷрӣ, ин коро набояд бо ман мекардӣ. туро тирборон мекунанд. ҳамшаҳр, ҳиҷрӣ дар куҷо истиқомат мекунад медонӣ? ту чӣ кор дорӣ ба ҳиҷрӣ? ба ту чӣ охир? мепаронам. ту бо чӣ мепаронӣ? бо тапончаи обпаронак? чӣ шӯхӣ буд. бо ана ин мепаронам. ҳиҷрӣ, ман туро мепаронам. ба гаҳвора бахшат хиёнат мекунӣ, ҳа? ҳиҷрӣ, ки аст ин духтар? намешиносам. аз мо чӣ мехоҳад ин духтар? намедонаму, вале нияташ хуб нест ба фикрам. ту тамом шудӣ ҳиҷрӣ. мекушам туро. ҳиҷрӣ, гӯрест ки ин духтар туро мекушад. ба гаҳвора бахшат хиёнат мекунӣ, ҳа? гаҳвора бахш гуфт. охир ин духтарро намешиносам гуфти ку ҳиҷрӣ. ту ба ман дурӯғ гуфтӣ, ин духтари гаҳвора бахши ту будааст ку? аз куҷо дорам санам? охир он бор хурд буд дида будам. ман инро ба ту нишон медиҳам. ман сайрам ҳастам. ту ба ҳамаш ҷавоб медиҳӣ ҳиҷрӣ. хайр Шавкатшо, кани бифаҳмон чӣ нақша дорем? барои аз Камоли Сиё ва Канони Девона халос шудан, ҷанговарро истифода бурдан лозим. қасам мехӯрам ки дар фикри ман ҳам ана ҳамин омада буд. ба худо ки мегӯянд дӯстон оинаи якдигаранд. Камоли Сиё ва Канони Девонаро ба болои ҷанговар мепартоем. ҷанговар онҳоро бисёр хуб. вале ин камолаки сипсиёҳ бори гузашта дар ҷангал 10 нафарро латукӯб карда буд. ҷанговарро назанад боз? бародар, ҷанговар ихели Камоли Сиёҳта сабсафед мекунад. тану туши ӯро бин, фигурро хестагии мускулоша бин. хайр чӣ хел мекунем ихел бошад? Шавкат ҳамаашро ҳал кард бародар. фақат амал кардан дар кор. хел рафтем. рафтем. Шавкатшо, ту чӣ кор карда истодаӣ? омодагӣ дидистам. ман инҷо ҷанговарро надида истодам, вале либоса қаҳрамони филми тасвириро шабоҳат медиҳад. бача, аз ҳама арзонаш ҳамин буд харидамош. гӯё бону ҷанговарро мешиноса. мегӯм ҷанговарро мо бовар мекуна. хайр биё меравем. бош гад. мара фурор айҷа. биё мара гир пӯён фурор. ҳозир. бача, сарм фургаш. хуб, рафтем ҷанговар. омода ҳасти ҳамкор? омодаам. чака бартор. айрамая тарафест. салом хонумону. ман қаҳрамоне ҳастам ки шуморо аз Канони Девона халос мекунам. ту кӣ ҳастӣ, Девона? ҷанговар. номи ман ҷанговар аст. ин номро фаромӯш накун. Канони Девонаро мекушам, туро бонуи хонаи худам мекунам. берӯй, беҳаё. ёрӣ диҳед.
یاری دیه گوشکی بانو کانون دیوانه را سلام رسان امروز آخران روزش است خیر یاری کار حل شد همکار کاری بانو و کانون دیوانه را حل کردم اکنون نوبت میلیس کمال سیاه موند توکلت به خدا جنگاور که جنگ رو بینیمت 4 طرفتون قبله بسیار خوب جنگاور صدای سیگنال است پلیس آمده ای زود است دوم رو خدا کن زودتر این طرف ها رو نگاه که خدا سر سردارم جنگاور اونجاست در کجاست؟ اونال این جنگاور نیست آخه لباس این دیگر است سردارم ممکنه که لباسش عوض کرده باشه ممکنه که در خیمچیسکا داده باشه لباسش شوشته باشه لعنتی چیزی که پوشد نپوشد چی کار که خواهد کند ولی این بار از دست من خلاصی ندارد ای من چیکار کردم؟ با امید این کار رو هم کانون فهمد من رو میکشه پسرم این جنگاور چرا در روز برآمده است؟ سردارم شاید خواسته است که کسی را در روزی نجات دهد آخه چی میگویی؟ هم مردک و قهرمان است وامپیر رو در شبی میبرونه میره نمیدونی حاضر خاله قهرمان را نشان میدیم نشونیدی به خانوبانی چی گفته است؟ سردارم اما مردک نه چی کاری که نباشد خدا بگیرم بینزینش تمام شده جنگاور بست ایستا جنگاوری لعنتی تو این بار محو میشوی اکا قربانت شوم این کار را با پلیس بگذاریم چیه؟ کدام پلیس ها؟ نه کدام پلیس؟ حیوانی تو منو رو دستگیر کرده پوست کرده از پوستش تولک میسازم باز ما رو پوست نکنه داره چی گفتی؟ وای گفتم اکا پوستش میکنیم تولک میسازیم بکشیم مرو رفتیم سردارم همه جا رو دیدیم در اینجا نیست آخی بعد همه جا آماده گویا که اینجا آشنهار باشه با خدا دستگیرم کنن که پوستون میکنن اما چه اوزو بک توضو نکردگه کانون یا سوبه خدای مهربانی منه شما در اینجا چی کار داره؟ یک بار سخت گپ نزن کمیسر اقلا یک بار با دیدن ما خوشحال شو ای مردک چی گپ چی میکنی اینجا؟ این نمه کمامی جای چی خیلی وقتم خوش شود وای آدم میگونه زد دست نامرد زین بزنیم داول بند ایستا میپرونم اکا کانون معانی ما هم بسته جنگاور بس
خدا بگیرد توفلا من نام خرده من دم نگویم. تو چی که به خانم بانو با چشم بد نگاه کردی؟ تمام شدی. به خدا گرفتن تماما کار جنگاور نیست آخی. یک کور نداری پس جنگاور میدم بیعقل چی کنه؟ به خدا بگیرد جنگاور کشتیمونه. خلاص گپ که زندگی ادامه داره سلامت باشید دوستان عزیز. کاری بزرگ کرده اونار. این آدم رو دولت سالهاست که جستجو دارد. چهره این آدم سری دولتی است. هر چی که دیده در همین جا میماند. یگان کس نفهمد. چه خیلی که خواهی سردارم. ای شوکت روسیا چیکار بود که تو کردی؟ خدا زد روسیاشت. این خوابش رو بکش. البته سردار. پشتت رو گردان. ایس نجام. این شعری نه کی باشه و آی شوکت همکار شیرقو لیوا سازی کماندیر. این جنگاور نیست. انیقو نیست سردارم. شما مگر ما رو مسخره دارید؟ جنگاور رو نیفتید و با جای جگر کس رو گرفته آوردید. نه اکای اونا لو لیوند یگان گناه نداره کماندیر. این کاری شما رو این خیل نمیگذارم. بگذار دیگرها فکر کنه که جنگاور در دستی ما است. این رو با کسی نگوید. ای تو هستم قاش و قواق کماندیر بین عصبی شی. سردارم من به شما گفته بودم که این جنگاور نیست. آخه این لباس سرخ پوشیده است. شوکت ایزو سرخک است. ای شوکت بیعقل. لباس اینوپلنتیان پوشیده فهمیدم. لباس ساختمانی پوشیده همه جا رو کندی باز هم فهمیدم. بیعقل سگ. لباس سرخ پوشیده. من جنگاورم گفته در کوچه ها میگردی خودت را کشتن میخوای. تو حیوان هستی بیعقل دیوانه. از جانت بیزار شدی. استغفرالله سردارم وضعیت رو میفهمونم. یگان نفر گپ نزن لعنتی. گپ نزن. کنعان دیوانه در بیرون است. با او دیم نه اک التماس اکای اونال جون قربانت شوم چی کاری میکنی بکن نکی من داده سی کنون دیوانه نده. دستانش را کشو. اطاعت سردارم. بخشش زیاد برادرها. من اینجور خشور نمیدونم. یگان کابینت خالی باشه من لباسم علیش کنم برادرها. خپشید ابله. حاجت خانم باشه میشه. روم شو. تمام سردارم من این رو میبرم مسئله شما. اکای اونال جون رحمت کلام خیکه. اتاب شو. هم کار بوده است. بی شرف حیوان. نمک مرا گوش کن. که بودن این جنگاور معلوم که شد در حال یگان جنایت کرده با درون میدرایی و او را در درون میده کرده میکشی. اکا چرا من کنم؟ شرف دار اومده کشد. چرا من میکردم؟ خودت کردن گیره؟ خاموش باشید. خاموش. گفتم را کنید. کسی که به خانم بانو زبان درازی میکند مکانش قبرستان است. شوکت؟ اولو حضرت سوزی؟ دیوانه تو در اینجا چی میکوبی؟ اکا نپرس. گفتن که جنگاور قبلیان تماشاکنی آمدم که یکی او پاد دروغ کرده. بله ما هم برای او آمدیم. کی بود است تو؟ اکا جون یک بی عقل من جنگاورم گفتن نقاب کشیده در کوچه ها میگشت است. چی گفتی؟ یک آدم بی عقل نقاب کشیده جنگاورم گفتن در کوچه ها میگشت است. چی گفتی؟ یک آدم بی عقل نقاب کشیده من جنگاورم گفته در کوچه ها میگشت است. چی گفتی؟ چی گفتی؟ یک آدم بی عقل نقاب کشیده من جنگاورم. تمام فهمیدم. تمام. شفتم فهمید شما حیوانات زرم نفهمیده. اکا مرا باور نکنی رفته از کمیسر اونال میتوانی پرسید در درون است.